انسان در خسران است، در زیان است. آیت قرآن گفته که وابتغوا الیه الوسیله. شما وقتی که میخواین برای الله خدا نزدیک بسازین وسیله بگیرین. پس اینال امی وسیله که الله گفته که امی وسیله را شما بگیرین به خاطر رسیدن به الله، امی وسیله چی است؟ این وسیله توقیفی هست، وسیله شرعی هست. آیا ما از دل خود کدام وسیله بسازیم یا این وسیله در قرآن تشریح و توضیح شده؟ تمام مفسرین در زیر ازیت آیت شریف وقتی که تفسیر نوشته کردن که وابتغوا الیه الوسیله، ما اکثرا یک روز ششتم امی تمام، چون بسیاری کسا سر از اینجا بحث میکردن که ما والا به زیارت میریم، ما در قبر میریم و این وسیله میگیریم، چطور میکنیم؟ بالاخره من خواستم که این علمی تحقیق بکنم که این وسیله گپ از اینا درست است یا غلط است. وقتی که آمدیم که دیدیم که در قرآن عظیم شان برعکس گپ از اینا، الله سبحانه و تعالی میگه که وابتغوا الیه الوسیله. تمام مفسرین کرام گفتن که وسیله چی هست؟ وسیله عبارت از اعمال نیک خود انسان. اینال پس وسیله که ما و شما از او استفاده میکنیم و در قرآن عظیم شان ذکر است، وابتغوا الیه الوسیله. اینمی وسیله یا سبب شرعی هست که در قرآن عظیم شان ذکر شده. چی گفته قرآن عظیم شان؟ قرآن بر ما میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله قسم یاد کرده که انسان در زیان و نقصان است. پس ما در زیان و نقصان هستیم، لکن استثناء برای کی هست؟ تو نگو استثناش معلوم شده که اینه میگفته که کسی که سه وسیله را داشته باشه و ارسی وسیله را باید ارسیش یک جایی بگیره. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الا الذين آمنوا، ایمان داشته باشن، و عملوا الصالحات، دومش اعمال صالحه بکنن، و سیومش و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر که دعوت است. پس اینال کسی که میخواد که از خسران نجات پیدا بکنه و وسیله درستی برای نجات انسان چی هست؟ اینمی سه اصل است که ایمان انسان نجات میده. دومش ایمان خالی نه، جمعش اعمال صالحه باید باشه. ایمان هم داشتی، اعمال صالحه هم داشتی، کافی هست؟ میگه نه، باید جمع دعوت باشه که تو و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر هم داشته باشی. اینال بهترین وسیله اینمی هست.